همونطور میدونیم در برنامه گذشته ما راجع با ارزش‌های گم شده در عائله و خطر گم شدن معنا در زندگی یک صحبت نیز داشتیم. خب در همین زمینه می‌خواستیم راجع به فضیلت عائله داری کمی صحبت می‌کردیم. راجع به فضیلت عائله داری و ماهیت و اهمیت عائله در قرآن و در احادیث نبوی بسیار ذکر شده است و یک دلیل آوردن کفایه است که مثلا خداوند در سوره روم آیه 21 می‌فرماید یک از نشانه‌های قدرت خدا این است که از جنس خودتان همسران برای شما آفرید تا در کنار آنان بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت. در حقیقت در این نشانه‌ها دلیل‌هایی است برای آنانی که می‌اندیشند. در این آیت در سوره روم آیه 21 خداوند عائله را با عائله آغاز کرده به اندیشه انجام می‌دهد. چون این معنا دارد که سازگاری و آباد و زیبا و سازگار ساختن عائله به اندیشه سالم وابستگی دارد و از نگاه دیگر به اندیشه سالم عائله بنیاد کرده نمی شود. یعنی عقل یگانه محکی است که عائله را سالم نگاه می دارد. برای همین خطاب بر سوی کسانی است که با اندیشه عمل میکنند، با تفکر و اندیشه و دور اندیشانه عمل میکنند، عائله را بنیاد میکنند. عائله مقدس ترین چیزی برای انسان هست که در زبان مثلا در اصطلاح دیگر این اسره میگویند. اسره به معنای نیرو، به معنای قوت، به معنای قدرت است. واقعا اسلام یعنی انسان زمان پر قوت می شود، قدرت می شود، توانا می شود که عائله داشته باشه، یعنی همسر و فرزند داشته باشه. برای همین اسره به معنای نیرو ترجمه شده است و بزرگترین نعمت خداوند برای انسان عائله داری است. ببینید وقتی که انسان را خدا آفرید براش اونقدر خوشبختی نبود، اونقدر مثلا به کمال خوشبختی نرسیده بود. باز چیزی برای ادامه نسل، برای خوشبختی انسان یک چیز کمی میکرد، این همسر بود که خداوند از جنس مرد برای خود مرد همسر آفرید که با کمال خوشبختی برسد و عائله بنیاد کند که نسلش ادامه بیابد و عائله و جامعه را آباد کند. از نگاه شما استاد معیار یعنی برتری زن و مرد اومد در دین و مذهب چگونه؟ معیار برتری از نگاه مذهبی در عائله و در جامعه به دو نقطه مهم برمیگردد. یکم ایمان اعتقاد سالم، دوم پرهیزگاری. برای همین خداوند در قرآن میگوید که بیشک کسانی که ایمان آوردند و اعمالهای نیک و صالح انجام دادند پروردگار آنها را در چشم مردم محبوب میگرداند. یعنی اون عملی که انسان را در عائله و بیرون عائله در جامعه محبوب و محترم میگرداند دو چیز است. ایمان و اعتقاد سالم که در پرتو ایمان و اعتقاد سالم عمل نیک انجام داده می شود. بی ضرر و بی آزار بودن، سازگار و آبادکار بودن. استاد شما ببینید بیشک محبوب بودن در چشم همسر یا محترم بودن در عائله یکی از ارزش‌های مهم عائله داری و مثلا جامعه هم به حساب می رود. خب به نظر شما مرد چی باید کند که عموما در چشم همسر یعنی محبوب باشد و در عائله محترم؟ برای این عمل زیاد انجام دادن در کار نیست. مثلا همین نیت نیک داشته باشد که چون کسی را به خاندانش می‌برد همچون همسر همچون مادر فرزند باید نیتش این باشد که همیشه سرسپرده و جانفدا باشد و مسئولیت از سر نبردارد. به معنای اینکه هر چی که بیرون خانه انجام می‌دهد به درون خانه باید خوب باشه بیارد. به معنای اینکه سرسپرده و جانفدا مثلا جز کسی بالاتر و ارزشمندتر و وفادارتر و مثلا با زحمت‌تر نسبت به همین همسرش کسی دیگر نباید باشد. این معنای تقسیم بندی کردن شخصیت ها نیست. فقط به خلاصه اینه که مرد باید سرسپرده و جانفدا برای همسرش باشد. وعده دروغ نکند. وعده داد با تمام زحمت و کوشش ها عقل به کار ببرد، وعده را وفا کند تا در پیش همسرش خجالت نشود. به همین مانند دیگر عاملایی است که مرد خانه‌اش را به خوابگاه تبدیل ندهد. یعنی اضافه کار نباشد. اضافه کاری یک از عامل‌های اساسی است که مهر و محبت را از عائله دور میکند. اگر گاه باشد، اندک باشد، از مشغولیت بیرون اضافه کار شد مرد یا زن با که ندارد، این نباید عادت باشد که خانه به خوابگاه تبدیل یابد. صبح میبرایند کسی دیگر نیست و شام میدارایند نه فرزندان از دیدار پدر و مادر سیر میکنند نه مثلا پدر و مادر با دیدار همدیگر قناعت میکنند و همین یک از عامل‌های این سوء تفاهم ایجاد کردن در عائله بین زن و شوهر اضافه کاری است. اضافه کاری که باید بردوام نباشد. دیگر اینکه به خود مرد و زن وابستگی دارد. مثلا نگاهش پاک و بی‌آلایش باشد. مرد وقتی که
همسر خوب در خانه دارد، یعنی همسری که شریک صمیمی زندگی است، باید نگاهش پاک و بی‌آلایش باشد. در بیرون از خانه در نظر دارم با جمال دیگران مفتون نشود، چون صاحب جمالی در خانه دارد. اگر نباشد اینو تربیت کند، برای چنین اهمیت دهد که وقتی که همسر در خانه عهد میکند و وعده میدهد که سرسپرده و جانفدا به شوهرش باقی میماند، عهد را ویران نمیکند، وعده را پایمال نمیکند، دروغ نمیگوید، فریب نمیکند و ناموسش رو خوب حفظ میکند، مردم همین باید باشد. نگاه پاک و بی‌آلایش و حفظ غیرت و ناموس از برای سالم نگاه داشتن عائله‌اش. یک عمل اندکی که جوانمرد کسی است که همسرش رو و فرزندانش رو از بوسه محروم نکند، از بوسه و نوازش محروم نکند. باور کنید در همین شب و روز عموما در حیات انسان، طبیعت انسان همین است که همین بوسه کردن و نوازش کردن فرزند از نان و غذا براش بالاتر افضلتر است. بوسه و مهر و نوازش، مهر و محبت و نوازش یا سر و صله کردن یا احسن و آفرین گفتن، این از نان و غذا پرتاثیرتر است و مهمتر است. رحم و شفقت و بوسه و نوازش این غذای دل است، غذای قلب است و این قلب همیشه نباید داشته باشد. به طور مثال گویم اگر مردها به خیانت جنسی، مثلا خیانت جنسی رو نمیبخشند، زود خلالدار میکنه، تمام عمر بخشیده نمیتواند. زن خاصیت دارد که اگر با راه گوشش خیانت شود تمام عمر نمیبخشد. برای همین همیشه در این گوش همسر باید همیشه سخن خوب برسد. بد را از بیرون وارد کردن در کار نیست. همیشه خوش زبان و خوش کلام بودن در کار. همیشه نوازش کردن در کار. اگر بدم باشد خوب گفتن در کار. مثلا یک عادت بزرگوار ببینید که یک کودک اگر پیشپایی میخورد میافتید، میگفتن بارک الله بچم، کلان میشوی. اگه پریدی کلان میشه، جسمت با قوت میشود. حیفیت نمیگفتن، سرزنش نمیکردن. خوب جوان است میافتاد و بزرگ میشد، برای میگفتن از خورده و لغزش، از کلان و بخشش همین بود که بد زبان نباش نسبت به این کودک. این افتیدن رو قهرمانی بدان، تو میافتی که بزرگ میشوی. به همین مانند وقتی شوهر خانه وارد میشود، هر چی بدی بود یا شد یا شنید دیگر خانه باید وارد نکند. خوش کلامی، خوش زبانی، زن همین چیز در کار است و باید بد زبان به رفتار نباشد. علاوه بر این زن یک موجود بسیار نازک و حساس و هوشیار است و خیلی زیرک است، مثل شیشه است، تا نشکنی مجروحت نمی کند. پس شکستن زن در ناموس است. شوهرش را به کس دیگری عوض کردنی نیست. او به هیچ چیز دنیا، به قیمتترین و ارزشمندترین چیز دنیا به هیچ صورت شوهر را به کس چیز دیگری عوض کردنی نیست. دوست می دارد. یک عادت دارن زنها که باید نازک‌بودانه رفتار کنیم. مثلا مرد بوالهوس است. اگر چقدر زن صاحب جمال باشد، اگر چقدر مثلا پنجه هنر داشته باشد، اگر چقدر با عقل و هوشمند باشد، طبیعت مرد چنین است که بوالهوس است. باز چپ و راست نگاه میکند و با این شیشه بازی میکند و میتونه شیشه را چیکار کنه، بشکند و مجروح کند. طبیعت زن برعکس است. وقتی که به شوهر میبراید، اگر شوهرش رو دوست دارد، میخواد از درون دل شوهر درآید، یک قلف مستحکم بزرگ بزند، در 100 سال دیگر کسی در این دل در آمده نتواند. این طبیعت زن است. همه سرشار مهر محبت است. زن مادر است. برای همین مردی 95 ساله همسرش از دنیا میگذرد در سن 85 سالگی، یعنی 55 سال یک جا زندگی میکنند. همین مرد از حد زیاد گریه میکند، بسیار ناله میکند. بس براش میگن که باز دیگرش میگیری. اینقدر زحمت و اینقدر نان نخوردن و اینقدر تمام روز غمگین گشتن برای همسر، این خیلیش سابقا ندیده بودیم. با آه دل و غصه گلوگیر و چشمای پرنم همین موسفید 95 ساله میگوید من چی کنم؟ 55 سال با همین آدم زندگی داشتیم. در همین 55 سال قسم میخوردنی. در همین 55 سال نه کسی قدرت دل شده توانست و نه چیزی ملال خاطر. چگونه من از این همسر یاد نکنم و چگونه رو دوست ندارم؟ گویان که نصف تنم کنده برد. به این معنا است که 55 سال عمر همسری بی ماجرا نه کسی قدرت دل شده توانست، نه کسی ملال خاطر. اگر کسی خبر آورد و برد و چیکار کرد، خلاصه دروغ گفت و تهمت کرد و غیبت کرد، اینا همه را نادیده گرفتن. چون باوری به هم دیگر داشتن، یقین به هم دیگر داشتن، گمانی بد به هم دیگر نداشتن و عقل کامل و علم وافر داشتن، به همین به دیگر تکیه کردن و به سخن کسی اهمیت ندادن.
از هر کجای چگونه خبری آوردن این زن و شوهر مبارک به کسی گوش نکردن. برای همین زندگیشون 55 سال به ماجرا بود، اما نه چیز ملال خاطر برای اشیا و روزگار خانه هیچ وقت غم نخوردن. این نداریم، اون نداریم، اون دارد، ما نداریم. این چیزهای خرد و جزئی اهمیت ندادن. برای همین بود که 55 سال به ماجرا زندگی کردن. پس مرد باید چنین باشد که کسی تمام روز در خانه تو را انتظار است. مرد باید با وفا باشد و همیشه هوش و گوش در خانه باشد. بعد در این خانه سکونت و آرامش می شود. عصب آرام خود میتواند فرزندان رو خوب تربیت کند. عامل دیگر همین است که مثلا هر مرد در خانهش فرصت تنقید دهد برای همسرش. مثلا تنقید یک میوه یا ثمره دارد، میخواهد نمیخواهد مرد قبول نمیکند یا زن تنقید را قبول نمیکند، لیکن این اثر میگذارد در رفتار مرد. فرصت دهد که مثلا زن تنقید کند، چرا نمیبرایی، چرا کار نمیکنی، مثلا این کار کردن کار خوب نیست، مثلا در خانه نشسته تنقید کند که مثلا محرک باشد که مرد در حرکت دارد، اندیشش به کار برد. برخی به این نظرند که اگر در برخی اولیه شد، در اکثر اولیه اگر هزارها به قول محبت داده شود به زن یا که زن به مرد داده شود، در همین جا اگر مسئله پول مال زندگی در زندگی کمی کند یعنی خوشبختی نیست. آیا به منظور شما پول و مال میتواند برای یک خانواده خوشبختی آورد؟ پول مال واسطه است، وسیله است، اما خود خوشبختی نیست. یعنی خوشبختی آدم میتواند که مثل همسر وسیله است، واسطه است و شوهرم برای همسر واسطه و وسیله خوشبختی هستند. و به همین مانند پول و مقام و منصب و هر چی که انسان دارد همین خود خوشبختی نیست، وسیله خوشبختی هستند. برای همین مرد باید خوشبختی، مرد و زن خوشبختی را باید در خانهشون جستجو کنند، در درون عائله، در درون خانه. خوشبختی را در باغ دیگران جستن این کار عاقلانه نیست. خوشبختی درون خانه است. مقام واسطه است و وسیله است، نه خود خوشبختی. و در این باید چنان احتیاط کرد که محبت مقام و محبت پول و یا چیزی کسی دیگری به دل آدم وارد نشود. مثلا اگر این یک نظر از خود بیگانگی است، اگر پول از حد زیاد شد و آدم مثلا انسان فرهنگ صرفه‌جویی را نداند و برای مانده نتواند، روحیه خیر و احسان در دلش بیدار نباشد، این الکی از خود بیگانه می شود، درنده بیش نیست، اسرافکار می شود، تبذیرگر می شود، ریخت و پاش می کند. همین منفعت پولش نه به خودش می رسد نه به عائله‌اش می رسد، برعکس عائله سرسام و سرگردان است. پس یک نازکی دارد. از قفای پول رفتن در تعلیمات مذهبی عیب نیست، پول به دست آوردن عیب نیست، برای پول سعی و تلاش کردن عیب نیست، فقط در ماندن پول، اسیر ماندن پول در پول یا عشق بستن به پول خطر دارد. از همین نگاه چنان آدم‌ها خسیس میشوند که مثلا میلیون ها دارن اما برای شکم خودش به سری یا به مثلا خاطر جمعی نمیخورد. برای میلیون ها دارن اما در خانه مصرف نمیکنند. سببش چی است؟ سبب در عشق پول رفتن است. کدام وقت میتواند پول مثلا به خوشبختی نزدیک شود؟ خوشبختی نمیارد، به اون نزدیک شود زمانی که انسان پولدار روحیه خیر و احسان در دلش بیدار باشد، یعنی مصرف کرده تواند. وقتی که مصرف کرده تواند، این الکی در عشق پول نرفته است و محبتی به پول ندارد. برعکس خیر و احسان کردن لذت دارد. این لذت ها دوگانه هستند. آدم ورزش میکنه لذت میبرد، خودی همین آدم باز کتاب میخونه لذت میبرد. یک آدم پول میگیرد لذت دارد، یک کسی پول میدهد لذت دارد. گرفتن هم لذت دارد و یک خوشنودی و خوشحالی دارد، دادنش هم لذت دارد. این چی معنا دارد؟ این معنا دارد که لذت مادی و معنوی می شود. آدم که خورد، تناول کرد، نوشید، جسمش به قوت می شود، لذت مادی گرفت. اما این که مثلا خیر و احسان کرد، دستی مستمند را گرفت، کسی را کمک کرد، کسی را نوازش کرد، احسان آفرین گفت، این لذت روحش است. پس این انسان از این دو چیز باید محروم نباشد. در مورد خوشبختی گفتیم و محترم شدن، همون گناهی که باز بگردیم با همون سوال اول، این گناه اگر خوشبختی که در عائله پابرجا شد، مثلا مرد در چشم همسرش محبوب گردید و در خانه محترم گردید، عموما چی عامل است، چی سبب می شود که این محبوبیت و این محترم بودن را از زن و یا از مرد از عائله جدا میکند؟ تمام نافهمی ها در دلخواه عائله از سطح فهمیش انسان پیدا می شود. اگر سطح فهمیش پست باشد، جوانبینی تنگ نظری باشد، یا جوانبینی تنگ داشته باشد،
یا خرافاتی باشد، در این عائله هیچ وقت سعادت نمی شود. تا اینکه سطح دانش بلند باشد، جهان بینی در سطح علمی و مذهبی و معنوی باید بالا برده شود و خرافاتی نباشد. معناش یکی از عامل هایی که سوء تفاهم در عائله میارد امین است. به طور مثال یک دختری را 15 خواستگار خانش می آید با نیت ازدواج، همه امی را با یک کلمه نه رد می کند. من مثال آورده شدم. ولی که زمانی می شود که خواستگار را کم می شود یا نمی آید، مثلا قطع می شود زمانی، و همین وقت اندیشه ناسالم کوشش می کند که باید در خانه فالبین، جادوگر، کتابکشای آینده بین با نام باید پیش اینا برود. وقتی از می پرسیم کجا می روی، میگه که من گفتن که تو را جادو کرده هستن، یا تو سحر داری، یا مثلا نظر بد داری، این رفته جای کشادن در کن. مگر همین اندیشه خرافاتی نیست؟ ولی قبل از ازدواج هستین. این اندیشه خرافاتی نیست؟ تو که ساق سالم بودی، عقلت کار میکرد، 15 خواستگار را رد کردی، کسی جادو نبود، فالبینی و جادوگری نبود، مثلا بدبینی و چشم بد نبود، خب خودت رد کردی. این چی شد که 15 نفر را رد کردی، باز رخت سفر بسته؟ شرق و غرب مثلا فالبینکاوی و جادوگرکاوی، این معنی چی است؟ در جستجوی یک اشخاص می شود که اندیشه منفی دارند یا خرافاتی هستند. معنی سطح پست معرفت، جهانبینی خیلی خرد و تنگ و خرافاتی بودن یکی از عوامل اساسی سوء تفاهم در عائله پیدا میکنن. یکی از عوامل‌هایی که در عائله زود سوء تفاهم ایجاد میکنن این تصمیم گیری یک طرفه است. مثلا مرد به جای زن تصمیم میگیرد، اگر رفت و ناآمدی کار شد، نتیجه تصمیمش رو بر دوش زن بار میکند. تو تصمیم خودت گرفتی، از همسر نپرسیدی. و برعکس همسر به پرسشی، به مشورتی شوهر تصمیم میگیرد، به کار دست میزند، انجام میدهد. اگر کار ناآمد شد، این از شوهر تا جای پنهان میکند که خبر نیابد. خب این کار نادرست است. من تصمیم گیری نادرست میتوند سوء تفاهم در خانه ایجاد کند. از دیگر طرف کمرنگ شدن موقع خدا در خانه، منظورم ایمان اعتقاد است که سالم باید باشد. دیگر عاملی که میتواند سوء تفاهم در عائله ایجاد کند این بدگمانی است. و ما شما میدونید که بدگمانی آتش پست درونی است. یعنی شخصی بدگمان در چهارراه زندگی حیران است. برای این بدگمانی را از بین بردن، مثلا عقل به کار بردن در کار، دانش به کار بردن در کار، اعتقاد سالم به کار بردن در کار که نسبت به دیگر بدگمان نباید باشد. خب استاد، بدگمانی از دیدگاه شریعت گناهی هم دارد؟ خیلی گناهی عظیم. در سوره حجرات قرآن میگوید که شما از بسیاری از گمان‌ها اجتناب کنید، این دور بیستید، گمانی بد نکنید که بعضی از گمان‌ها گناه است، گناهی عظیم است. برای همین گمان آدم را از درون خشمگین میکند. گمانی بد یعنی از درون خشمگین میکند، بیمار میکند، روحیش رو به زندگی مثلا ناامید میکند، سرد میکند. بدگمانی باید زود از بین برده شود. آدم میتونه چنگ به کتاب بزند، یا کتاب خوب بخواند، یا طاعت عبادت کند، یا مثلا توکل به خدا کند. به هر صورت این بدگمانی باید نیست شود، یا بشیند و بپرسد. مثال دیگر، مرد اضافه کار میشود در جای کار، در جای دیگر که دعوتی بر رفیقش جای بند میشود، همسر در خانه گمانی بد نباید داشته باشد. برای همین میگویند که بدگمانی آتش پست درونی است و بسیار گناهی عظیم است. این نباید انسان بدگمان باشد. استاد، عموما در همین زندگی خوشبختی از نگاه شما و معنوی چیست و کلید در خوشبختی در چی دیده می شود؟ کلید در خوشبختی با ایمان و اعتقاد سالم، علم و دانش وافر، عقل و خرد کامل و هنر و استعداد لازم و وجدان بی‌آلایش. این 5 نقطه است که کسی یکیش نداشته باشه خوشبخت شدن نمیتونه. اگر مفصل‌تر بگیم، ایمان و اعتقاد سالم برای کسی که برای انسان ضروری است تا خوشبخت باشد، چون خرافاتی نباشد. اگر آدم اعتقاد سالم داشته باشد، با خرافات راه نیست. عموما همین راه‌های حل مشکلات عائلوی امروز چگونه باید دیده شود و چی باید کرد تا برخی نافهمی‌ها و عامل‌های خلل رسان در عائله برطرف گردد؟ به اندیشه من یکی از راه‌های اساسی برطرف کردن سوء تفاهم‌ها در عائله و راه حل برای در مشکلات عائلوی این بلند برداشتن معرفت انسان است و از بین بردن بی‌سوادی
یکسان بلند برداشتن معرفت حقوقی و معنوی مردم باشد. اگر چقدر صحبت طولانی نباشد، اگر چقدر ما دلیل جستجو نکنیم، چقدر فضا را نآموزیم، شناختن جامعه انسان و غیره نباشد، بازم برمیگردد به همین مثلا بیسوادی. آدم باسواد عالم است. عالم همه تصمیمش عالمانه است، اندیشش عالمانه است، تفکرش عالمانه است، نشست و خیستش عالمانه است، برخورد و مناسبتش عالمانه است و تصمیمش عالمانه است. پس برمیگردد همش به از بین بردن بیسوادی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و معنوی مردم. در قرآن هم میگه که سرگه تمام نابسامانی ها این گناه انسان است، که انسان زمانی گناه میکند که بیسواد باشد، معرفت حقوقی و معنوی نداشته باشد. دیگر مثلا راه حل ها تشویق روابط خویشتواری باید باشد. چون امروز به نظر میرسد بعضی مردم از خویشتوار میهراسند. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اگر کسی رشته خویشاوندیش رو، بستگان و پیوندانش رو همیشه در تماس باشد و پرس و پاس کند و از حال اینا با خبر باشد، هیچ وقت در طول عمر دست کم سر خم نمیبیند. نقطه آخر میخوام اضافه کنم که ارز گذاشتن به همسر خوب. یک از راههای زود حل کردن مشکلات عائلوی ارز گذاشتن و احترام کردن و با وجود هزار کمبودی بخشیدن و مثلا یکدیگر رو در بغل گرفت، در آغوش گرفتن، این جوانمردی است. خواه از نگاه همسر باشد، خواه از نگاه شوهر باشد. در همین زمینه پیامبر صلی الله علیه و آله 4 چیز نشانه خوشبختی میداند که یکم همسر خوب است، همسر صالحه و منزل کشاد، همسایه خوب و مرکب خوب. این 4 چیز عامل خوشبختی هستند که اگر کسی بعد از همسر خوب و به دست آوردن اینها که دسترس نشد، باید مایوس و ناامید نشود. چون همسر خوب سبب می شود که به منزل کشاد هم میرسی، به مرکب خوب هم. چون همسر خوب خوبیش در چی است؟ سرسپرده و جانفدایی به شوهر و صرفه‌جوی بودن. این یگانه محک اساسی خوشبخت زن یعنی مادر در عائله، یعنی کلید خوشبختیش صرفه‌جویی است. همسر شکرگزار و صرفه‌جوی میتوند شوهر رو به اوج اعلا برساند، خوشبخت و با سعادت کند، دارا کند، با توفیق با معرفت کند. اما همسر اسرافکار یا که به اصطلاح به معرفت باشد، خلاص اسرافکاری داشته باشد، این نه خودش به جای میرسد، نه عائله را به جای کشانده برده میتواند و نه همسر را به جای رسانده میتواند. پروردگار در قرآن میگوید که کسی که کار نیک انجام میدهد، خواه مرد باشد خواه زن، ما با او زندگی پاکیزه میبخشیم و پاداش آن را بهتر از اون که عمل میکردن براش نصیب میکنیم. برای همین عمل نیک انجام دادن هیچ وقت پشیمانی ندارد. واقعا استاد همون گناهی که شما در اینجا بیان کردید، در هر یک زندگی، در هر یک تینت مرد و زن و عموما در عائله معرفت حقوقی و معنوی اگر هر دو پای بر جا باشد، میتواند این عائله باز هم استوارتر و آرامتر در جامعه زندگی خوب و گوارای داشته باشند. تشکر از اون که چند لحظه با ما صحبت داشتید.